هرچند که زن هم اگر این وظیفه رو به دوش گرفته میتونن که اون توانایی که مرد دارد او را زن ندارد. هرچند کوشش هم کنه این توانایی رو ندارد. شما یعنی در انتخابات پارلمانی اگر رفتید به مرد آواز میدید؟ البته. فکر میکنید میتواند مشکل شما را حل کنه؟ بله ما هم داریم از زنهای مثل کارگر میگه نه همه زنها به درد زنها میخورن. مثلا اگر شناس باشیم قطعا نامزد زنها رو انتخاب میکنیم، اگر چی باشد مرد. شما برای چی زنها را انتخاب میکنید؟ خب زن پرابلم زن میفهمه. خیلی مثلا زنها هم مردان در مهاجرت، زنها هم مردان هم زن پرابلم خونه روزگار هم بودیم، مثلا مولی پولی کودکو مکتب و کیلومتر هم کمک کنن یادم خیلی مثلا یخی زنها ایالهاشون جدا میشن، شوهرشون پاکستان میرن در رفته زنی یکم و دیگم و هسته هم خیلی شو проблема ها خیلی проблема که زن میفهمن. Я считаю, что да, пол кандидата значения имеет. Если это женщина или это мужчина, это не зависит от их работы. Женщина может иногда даже лучше управлять или руководить, нежели мужчина. Все зависит конкретно от его специфики его деятельности, его работы. В основном большинство позиций занимают мужчины. Женщины, наверное, не доверяют прозрачности выборов. Поэтому я считаю, и для этого много всяких критериев. اونی که قابلیت کاری داشته باشد، اونی که استعداد داشته باشد، اول انتخاب میکنم. فرق نیست زن باشد یا مرد. برای من فرق نداره. کدومی که کدوم حتی ملت هم برای من فرق نداره. چون که همش به منفعت تاجیکستان صاحب استقلال که در آینده فرزندان ما میخواهیم که یکی از نفرسان جمعیتی تاجیکستان صاحب استقلال گردن. برای همین کوشش میکنیم که هم شخصانی در آواز دیم که آنها آینده تاجیکستان باشند.